آن یک کامپیوتر نگاه میکنم که وقتی اجزایش از کار میافتند از فعالیت باز خواهد ایستاد. بهشت و یا زندگی پس از مرگی برای کامپیوترهای از کار افتاده وجود نداره. این یک افسانه برای کسانی است که از تاریکی میترسند. شرکت سیگیت تولید کننده هارد درایو های با کیفیت بالا نوعی هارد درایو بی سیم روانه بازار خواهد کرد که میتونه از طریق وای فای به هر وسیله مجهز به وای فای وصل بشه. این هارد درایو 500 گیگابایتی که گوفلکس نام داره $200 قیمت خواهد داشت. پژوهشگران دانشگاه اولم آلمان در مطالعه‌ای اعلام کردند 99% دستگاه‌های مجهز به سیستم عامل اندروید شرکت گوگل دچار ضعف امنیتی هستند. البته این ضعف زمانی نمایان میشه که از این وسایل برای گشت و گذار در وبسایت‌های ناامن استفاده بشه. شرکت HP اعلام کرده از جدیدترین فناوری تبادل اطلاعات که محصول مشترک شرکت اینتل و اپل به نام تاندربولت استفاده نخواهد کرد. تاندربولت قادر اطلاعات کامپیوتری رو تا 10 گیگ در ثانیه جابجا کنه. HP میگه بجاش از فناوری محبوب و جا افتاده USB 3 در نسل بعدی کامپیوترهاش استفاده خواهد کرد. فضاپیمای اندور پس از بیش از 2 هفته تأخیر بالاخره مأموریت STS 134 رو آغاز کرد. این آخرین مأموریت اندور خواهد بود. مهمترین بخش این مأموریت نصب و راه اندازی طیف نگار آلفا مغناطیس بود که با موفقیت انجام شد. هدف این طیف نگار بررسی ضد ماده و دیگر ذرات بنیادی است. خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده ایالات متحده برای ارتقاء زیربنای اطلاعاتی و ارتباطی باز، ایمن، قابل اتکا و دارای قابلیت کاربرد میان کشورها که پشتیبان بازرگانی و تجارت بین‌المللی باشد، امنیت بین‌المللی را تقویت کند و بیان آزاد و نوآوری را پرورش دهد، در سطح بین‌المللی خواهد کوشید. پژوهشگران استرن یا سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای که محل احداث تساهم دهنده بزرگ هادرونیک، گرانترین پروژه بشر روی زمین برای بسط دانش در مورد نحوه پیدایش گیتیست، اعلام کردند تا پایان سال 2012 معمای بوزون هیگز را حل خواهند کرد. بوزون هیگز ذره بنیادی است که به صورت تئوری و توسط مدل استاندارد فیزیک ذرات تعریف شده. ایران کشوریه که دسترسی شهروندانش به اینترنت رو بسیار محدود میکنه. بسیاری از کاربران ایرانی برای دور زدن این فیلترینگ از سرویس‌های VPN استفاده میکنند. اما امروز به شما نشون میدیم که بسیاری از این VPN ها اصلا منبعشون معلوم نیست و تحقیقات 2.0 نشون میده که خیلی از اونها میتونن توسط حکومت ایران راه اندازی شده باشن. همین چند وقت پیش مشاور رئیس جمهوری ایران خبر از راه اندازی اینترنت حلال در این کشور داد. اینترنتی بدون دسترسی به دنیای خارج و با امکان کنترل همه جانبه از طرف حکومت. شواهد زیادی در دسته که پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری دولت ایران عرصه رو بر اینترنت آزاد تنگ‌تر کرده. راه اندازی پلیس فتا که مجری برخورد با جرایم سایبریه و قبل از اون واحد پدافند سایبری سپاه پاسداران که در نوک پیکان حمله حکومت به فعالان اینترنتی قرار داشته، خودشون بزرگترین شاهد بر این ادعاست که حکومت ایران نسبت به فعالیت مردمش در فضای سایبری بسیار حساسه و با فعال کردن این دو بخش فضای اینترنتی رو جو سنگین پلیسی امنیتی در بر گرفته. طبق قوانین جرایم سایبری استفاده از فیلتر شکنها در ایران ممنوعه و عاملان تهیه و توزیع اون طبق قانون مجازات میشن. اما در عین حال یک جستجوی ساده در اینترنت به شما نشون میده که الان صدها شرکت در ایران در حال عرضه VPN به کاربران ایرانی هستند. داستان جالبتر میشه وقتی بدونید که بعضی از این شرکت ها حتی شماره تلفن و آدرس فیزیکی خودشون رو در وبسایتشون نمایش میدن. تازه به کاربران پیشنهاد میکنن برای اینکه زحمت زیادی متحمل نشن از طریق شماره حساب‌های بانکی پول این VPN ها رو پرداخت کنن. کاربری که حاضر باشه از این طریق از این شرکت ها خرید کنه باید بدونه که به این طریق داره تمام اطلاعات شخصی خودش رو در اختیار اون شرکت میگذاره. کاوه یکی از متخصصین آیتی و فعالین اجتماعی ایرانیه که بعد از انتخابات ریاست جمهوری اون و گروهش توسط وزارت اطلاعات ایران تحت تعقیب قرار گرفتند. کاوه بعد از احضار از ایران فرار کرد و الان در یک کشور دیگه زندگی میکنه. ازش میپرسم آیا به نظرش این وبسایت ها قابل اعتمادند؟ این شرکت ها
اگر برای ما مشخصن و انقدر ساده مشخص میشه برای اونها هم مشخصه و اگر سراغشون نرفتند و نمیرند حتما با در واقع برنامه و حساب و کتابی هست. من در واقع شخصا باور نمی کنم که این شرکت ها بتونن مستقل از منابعی که تو ایران دارن کار میکنن در واقع هیچ سرویسی رو. ببینید من توی ایران با شرکت هایی که سرویس دهنده اینترنت هستن به صورت کلی حالا بدون ذکر نام باهاشون به صورت خاص کار کردم. تجربه شخصی من اینو من میگه من دیدم که حکم دادگاه دیدم که مثلا کسی که در این ساعت در این تاریخ از اینترنت شما مثلا به شرکت مثلا نمیدونم فلان وصل شده این شخص رو اطلاعاتش به ما بدین. یعنی اون فیلترینگ خود در واقع حالا ISP به کنار، مخابرات مشخصات کاربر خاص رو با حکم دادگاه از شرکت ISP میخواد بر اساس کنترلی که خودش داره مجزا میکنه. با یک همچین نظام در واقع مکانیزم و راهکار نظارتی این تعداد شرکت VPN اگر قرار باشه که هر کسی که دلش بخواد وصل بشه، این باید یک در واقع سناریوی متفاوتی داشته باشه. 2.0 تلاش کرد تا با بعضی از شرکت‌های ارائه دهنده VPN تماس بگیره. ما به شماره تلفن‌های ارائه شده در وبسایت‌ها زنگ زدیم و به بعضی‌ها هم ایمیل فرستادیم، اما تا لحظه تهیه این گزارش جوابی دریافت نکردیم. با توجه به اینکه بعضی از این شرکت‌ها شماره حساب بانکی در اختیار کاربر می‌گذارند تا پول پرداخت کنند، از کاوه پرسیدم که آیا این مسئله براش کمی بودار نیست؟ اونقدر واضحه که حتی کمی بودار خیلی یعنی شاید کفایت نکنه. ببینید خیلی واضح هست در ایرانی که این حجم در واقع حساسیت رو مسئله اینترنت وجود داره، نمیدونم صحبت از راهکارهای نمیدونم جنگ نرم میشه و ارتش سایبری هست و داستانهای از این دست. اگه قرار باشه که هر کس بره روی شرکتی که آدرس فیزیکی در ایران داره مثلا ماهی 30,000 تومان نمیدونم 20,000 تومان پرداخت بکنه و بتونه تمام اون فیلترینگ رو بذاره پشت سرش، یه جای کار میلنگه. و مشخصا ببینید شما موقعی که از کارت استفاده میکنید برای پرداخت روی اینترنت، نه تنها اطلاعات در واقع کاربریتون رو در اختیار گذاشتین، بلکه احتمالاً شخص حقیقی در واقع تمام اطلاعاتتون رو در اختیار گذاشتید. منحصر به پر کردن یک فرم در واقع نیستی که مثلا من مثلا در یک فرم پر میکنم، اسمم میذارم، فامیلیمو میذارم، حالا مثلا یه چیزی رو غلط میذارم، حداقل شما تلفنم و آدرسمو. بانک شما این اطلاعات رو باهاش ندارین. بانک یکی از جاهایی که شما تمام اطلاعات مربوط به شما رو داره. مثل این ممکنه که من برم خودم رو به در واقع اتوریتی های مثلا در واقع مسئولای ایرانی اعلام بکنم به عنوان کسی که من میخوام از اینترنت استفاده خلاف اون چیزی که شما میخواین بکنم. این کار یک اعلام رسمی هست که من میخوام حتما از اینترنت به این شکل از این به بعد استفاده بکنم. 2.0 در کاوش برای منبع VPN های مشکوک به سرنخ‌های دیگری هم دست پیدا کرد. بگذارید بگم که بسیاری از این اطلاعات از طرف کاربران صفحه فیسبوک ما اومده و بعد ما اونها رو با بعضی از منابع دیگه چک کردیم، اما نمیتونیم این اخبار رو به طور مستقل تایید بکنیم. با این حال بعضی از این سرنخ‌ها رو فقط برای یک منظور با شما در میون می‌گذاریم و اون هم یک هشدار به تمام کاربران ایرانی که از سرویس‌های VPN استفاده می‌کنند که مراقب باشند. بعضی از کاربران به ما گفتند که VPN های ارائه شده از طرف شرکت‌های ایرانی در روزهای اعتراضات و تظاهرات قطع میشه و دیگه با VPN هم نمیشه به اینترنت وصل شد. بعضی دیگه گفتن که بسیاری از این شرکت‌ها که ادعا می‌کنند با استفاده از پروتکل SSL اطلاعات کاربران رو کدگذاری می‌کنند، از SSL های تقلبی استفاده می‌کنند و تنها اگر مرورگر شما به روز باشه میتونه این پروتکل تقلبی رو شناسایی کنه. از پیتر اکرزلی عضو سازمان جبهه الکترونیک در این باره میپرسم. این یک تکنیکیه به نام واسطه. بگذارید اون رو براتون بشکافم. بعضی از وبسایت‌ها برای کاربرانشون سرویس دارن که اطلاعات رو کدگذاری میکنه. این سرویس به اختصار SSL نام داره و وقتی اجرا میشه آدرس بار مرورگر به جای آدرس HTTP حروف HTTPS رو نشون میده و مرورگر هم از کاربر میخواد که اجازه بده تا اطلاعات کدگذاری بشن. در تکنیک واسطه حکومت با استفاده از موقعیت خودش به عنوان ارائه دهنده سرویس اینترنت خودش رو مابین وبسایت و کاربر قرار میده و مدرک کدگذاری جعلی ارائه میده. اگر مرورگر بروز باشه این جعل مدرک رو تشخیص میده و به کاربر هشدار میده و اگه کاربر این هشدار رو نادیده بگیره رسما تمام اطلاعات خودش رو تقدیم هکرها کرده. الان یک هفته است که حکومت سوریه هم از همین تکنیک برای شنود مخالفان خودش استفاده میکنه و تنها راه مقابله با اون داشتن مرورگرهای ایمن و بروز شده است.
اما بعضی از کاربرها هم به ما گفتن که مدت هاست از سرویس این شرکت ها استفاده میکنن و تا حالا مشکلی براشون پیش نیومده. بنا به تجربه شخصی ما متاسفانه اینطوریه که قرار نیست که تا شما مثلا یک سرچی رو کردید مثلا رو اینترنت دنبال یه سایت سیاسی یا یه سایت خبری مثلا غیر مجاز یا چیزی از این دست مثلا گشتید، این تصور نشه باشید که فرد قراره بیاد مخاطب میگه شما چرا رفتید توی مثلا سایت خبری گویا نیوز. این داستان ها میدونید کجا به کار میاد؟ این داستان ها اونجایی به کار میاد که زمانی که شما دست به یه فعالیتی میزنید احیانا یا مثلا درگیر یه ماجرا میشید، حتی بعضا در موارد من دیدم ناخواسته، بعد اونها تازه میاد رو میز. در خیلی از موارد این داستان اینطوریه که شما مثلا یک مسئله که پیش میاد تاسش اصلا حتی برای خیلی تصادفی پیش اومده که مثلا نزدیک مثلا یک واقعه اعتراضی بوده، مثلا طرف اصلا اشتباهی دستگیر شده، بعد اصلا در آوردن بعد شما مثلا 2 ساله که دارید ضمناً مثلا فلان سایت خبری هم چک می‌کنید، برای چی داری چک می‌کنی؟ تمام اینها ببینید این اطلاعات میدونید کجا به دست در واقع خیلی حالت حیاتی پیدا میکنه. اینجا به حالت حیاتی پیدا میکنه که شما موقعی که تازه متوجه میشی اونجا و متوجه میشی که تمام زندگیت رو در 2 سال گذشته همش اونجا تحت کنترله، بعد اگر مثلا 80% رو میدونن اون 20% هم شما خودت صحبت میکنی. طبق تحقیقات 2.0 تنها منابع VPN و آنتی فیلتر که منابع مطمئنی حساب میشن و در روزهای اعتراضات هم در ایران کار کردن نرم افزارهایی مانند پروژه تور، فریگیت و سایفون هستند که همشون هم مجانی هستند. نرم افزار یور فریدام هم که توسط شرکت آلمانی رزولوشن تولید میشه در ایران بسیار خوب جواب داده. رئیس این شرکت در پاسخ به سوالات ما در ایمیلی گفته که تعداد کاربران این سرویس در ایران و میانمار مجموعاً 150,000 نفره و به علت محدود بودن منابع مالی این شرکت استطاعت این رو نداره که شبکه خودش رو گسترش بده. اما چطور میشه به سرویس VPN یک وبسایت اطمینان کرد؟ من اینو باز تاکید میکنم، استفاده نادرست از VPN کاملا میتونه شما رو از یک کاربر ناشناخته اینترنت که زحمت باید بکشن و باید زمان صرف بشه تا شما رو آیدنتیفای و مشخص بکنن که کی هستی و این استفاده رو کردید، تبدیل به یک کاربر خیلی مشخص و رجیستر شده با داشتن تمام اطلاعات بکنه و خیلی ردگیری شما رو خیلی ساده تر بکنه. توصیه من اینه شرکت‌هایی که نمیشناسید و نمیدونید برای این کار به هیچ وجه استفاده نکنید. من در واقع پیشنهادم اینه به هیچ شرکتی که در ایران میتونه پول از شما دریافت بکنه به هیچ وجه من توصیه نمی‌کنم در واقع اطمینان بشه. شرکت‌های قابل اطمینان هستن تو ایران، شرکتی که خارج از ایران واقع شده باشه، پرداختش از خارج از ایران به خارج از ایران باشه. اگر سایتی به اون شکل داره سرویس میده، اون سرویس باز حداقل قابل اعتمادتر هست. در مبارزه با فیلترینگ اگر تکنیکی وجود داشته باشه که تعداد زیادی کاربر بتونن توسط اون فیلترینگ رو دور بزنن، حکومت میتونه با بستن اون راه میلیون ها نفر رو سد کنه. من به کاربران ایرانی توصیه میکنم که از نرم افزار تور استفاده کنند که سازمان ما هم در تحقیق و تهیه اون دست داشته. این نرم افزار مخصوص کشورهای سانسور کننده اینترنت طراحی شده و در آن واحد از 3 VPN به طور همزمان استفاده میکنه. بنابراین تا زمانی که هر 3 VPN هک نشده باشند خطری کاربر رو تهدید نمیکنه. این بود 2.0 این هفته. در برنامه هفته آینده در مورد نقش فناوری در بهبود تجربه ورزش‌های زمستانی با شما صحبت خواهیم کرد. در ضمن باید به شما اطلاع بدیم اخبار و گزارش‌های ما در صفحه فیسبوک در طول 1 ماه گذشته نزدیک به 1.5 میلیون بار خونده شده. پس اگه شما هم علاقمندید به طور روزانه از اخبار فناوری دنیا مطلع شید، به صفحه فیسبوک ما برید و با کلیک روی دکمه لایک در اون عضو شید. تا هفته بعد با برنامه دیگه.